اجرای زنده. من الان بخونم سوژه مردم میشم، یعنی من میبینم اینا نفر از هم پاشیدن رابطه. از کجا میتونه تو دانش بچه های زیر سن قانونی، چالش برای بقا. فقط یه افغانی میتونه بخونه. همه در دراز شو. مرسی واسه فالو، خوش اومدی عزیز دلم. من بودا یاد بگیریم بچه ها، بدبخت ها، من عزیز دلشم. خوشی باشه اینقدر دست و پا میزنی، چه بلبال میکنی. دونشین مثبت ایجت ها اونلی فنز اصلا درک نمیکنم. بعضی هم که میریزن و میگن آی دنبال دختر بازی میگردن، دختر نیدایی بدبخت میشینن تو استریم، دختر نگاه میکنن که چی پاپ کرد. این من میگو به تخمم، نه که پرس کنه بگی قلادتو بیارم برای داگی. آبجی تو خودت همین الان نباید با این لفظ صحبت کنی. هپ این همه دختر دیدیم، بذار یه پسرم ببین. خب بس دیگه. سلام داش، غمت نباشه، میدونم الان حالت بده، فشار اقتصادی و شرایط جامعه داره حارت میکنه، درک میکنه، ولی تو هم مثل من هیچ انه شاخصی نیستی. عشق منی داره دیگه. درد و نفرین چی نمیاد خورد کنید. من مادر آرامش اصلا دلم نمیاد از این استریم برم بیرون. همه گیفت داره مسخره کنی، نباید مسخره کنی، نباید کسی مسخره کنی، نباید کسی مسخره کنی. یه دید خیلی باحال میشه پسر بیاریم اینجوری باشه که هر کی خوشش اومدم لب بگیرن اصلا. What the fuck are you talking about؟ بذارین یه بار برای همیشه ببینیم آیا LGBT اختلال روانه یا نه. همجنسگری یک هویت جنسی طبیعی است و هیچ گونه اختلال روانی بر شما نمیآید. I'm gonna say no. این آبجیمون خوابه قشنگ. داش بذار بره بخوابه خانم، من میدم هزینه حضورشو و آزادش کن، ول کن بنده خدا رو. بیا برای سامیار عزیزمون دنبال یه کیس مناسب بگرد. بنازم جوجه کشیه داستان منم بازی بله داداش، جوجه کشیه داشت. وایسا شما وایسا جایی نرو. مثلا من به درشم من چشم هم برم. این آبجیمون خیلی بی‌هدفه، خودش هم میدونه چرا. به هر حال پنجشنبه میگن روح ها، چون پنجشنبه حاجت ها داده میشه. یعنی واقعا از این که دارم اینو می‌نویسم ناراحتم، ولی خب احتمالاً برای همینه که همه ناتی واقعا یک مش حول جمع شدن تو ایران. آب رئیسیت ما دارن میبرن. سینا کرای شنبولو در آورده. آپاراتر دخترم نداره. جامعه گیم داره به کدوم سمت میره. یه مش نره خرج جمع شدن دور هم دیگه خوشحالن گیم میزنن. ما باید دخترها رو جذب کنیم، نه همه دخترها رو. ساعت 2 شب تو چیکار میکنی آخه تو آپارات؟ تصمیم گرفتم نجاتش بدم این یکیو، ولی دیر شده. اسم من دیگه نیار. آقا من آهنگشم زیاد دلت نیستم، ولی خب I've seen this one. This is a classic. خب بچه‌ها میخوایم بریم اینا اونو قضاوت بکنیم. پوکرترین آدمی که تا حالا دیدم این آبجیمونه. یعنی اصلا احساسات توش منجمد شدن، ریختن. 30 میلیون درمان گربه. من با بزرگم هزینه‌های درمانش به 1 میلیون نزدیک شده بود، با توافق داییام به دامان طبیعت برگردوندیمش. آبجیمون روبروش پروژکتور آزادی گذاشته. من دیسکورد رو یه ساعت دادم. الو داداش داری چیکار میکنی؟ الو آقا تولده. آقا بیا وسط بنازم. آقا یه کادو تولدمون نشه یعنی 1000 تومن دونیت کرد. دمش کرد. چاکرم عشق منی قربونه. خیلی پول بالایی دونیت کردی. درد و نفرین
چون این دور زمانه والا که پررو شدن نشستی سر جات باشه حرکت بزن. خب مرد بیا بالا، تو اصلا نمیتونی آدم پر کنی، چه برسه به چالشه. بعد روز سنگینی که شدم تصمیم گرفتم این زوج خوشبخت رو از هم جدا کنم. چی؟ دنبال بهانه بودم که خود پسر کارو در آورد. ببین بدترین چیزی که درباره من میدونی چیه ولی نمیتونی روی من به روی من بیاری؟ بعضی موقع ها یه دروغایی میگی که میفهمم ولی به روح نمیاره. من نمیخوام بگم. بگو. خیانت هم کرده، عکساش هم موجوده. زام بچه خنده نداره ها. 50 میگیرم عکساشو با دختره یه مردم به بابا چرت و پرت دیلتو خط دفاعی اول فعال شد. تو منو نمیشناسی؟ نمیدونم والا. اینم خط دفاعی آخر بود. اومدی دم در دانشگاه دنبالم، از کجا میدونه تو دانشگاهی؟ دراز شو، همینطوری دراز بمونی. بعدی یه چالش هم بدیم این خوشتیپ. وین شده 50 عملیات شده یه لیوان آب بریز به خودت قبله. اوکی وین میشم. بابا وین میشم. به خودم نباشته نیستم. این یه دست رو میریم. اگر وین نشدم میریدم. همه چی به این یه دست گل. برام که من وینم. کاش اینو نمیگفتی. خار کن. خیلی آدمی کثیفی هستی. خب دوستان همونجوری که متوجه شدین این ویدیو آغازی از همکاری من و مهدی جهانه و بالاخره راه درازی رو با هم در پیش داریم. امیدوارم که ویدیوهای بیشتر و جذابتری رو از من و مهدی جان ببینید. من از مهدی جان خواستم که توی کلمه منو توصیف کنه و در رابطه با یوتیوبر بودنم نظرشو اعلام کنه که مهدی جهان هم گفتش پلیس فتوی ریسیست که ما این ستاهه و پشت سر هم به فال این که من یوتیوبر بسیار خوبی ام و جای پیشرفت دارم و اینکه تمام کامیونیتی مهدی جهان باید از من حمایت کنه در نظر میگیریم. هر کسی داره از سمت کامیونیتی مهدی جهان میاد این ویدیو رو میبینه. امیدوارم که لایک، کامنت، سابسکرایب فراموش نشه. یک خنده کنه ای گل، یک خنده کنه ای گل، یک خنده کنه ای گل، نبخندان سنسب دیگه نمیتونه. همه چیم یار قربون تو وای وای غیر تو. مدرک نمیخواد قاسمی که تو هر چتی که میری تا یه دختر میاد گله. سلام عزیزم، لیستا بدم.